مرغ با سس زرشک آموزش امروزمون هست، اما اول یه برنج زعفرانی آماده کنیم که از حذف نشدنی های غذای ما ایرانی ها هست. طعمش بی‌نظیره، ظاهرش خیلی خوش رنگه، مخصوص مهمونی ها که اگه درست کنین همه ازتون رسیپی میخوان. 2 عدد پیاز رو به شکلی که در فیلم میبینین خلالی میزنیم و با 2-3 قاشق روغن در حدی که نرم بشه تفت میدیم. سیر له شده اضافه شده و خیلی کم تفت میدیم. گوشت مرغ روی پیاز چیده شده، نمک و فلفل سیاه اضافه میشه. حالا میخوام یه زعفران دم کنم با عطر و طعم و کیفیت زعفران‌های قدیم. عطر و طعمی که زعفران به غذا میده رو هیچ ادویه‌ای نداره، به شرطی که زعفران اصل باشه. شما هم میتونین این زعفران اصل با کیفیت و زعفران صاف رو از پیج فاخر تهیه کنید. برگ بو اضافه شده، آب از یک طرف ظرف ریخته میشه که آب روی گوشت مرغ ریخته نشه. در حین پخت 1-2 بار زیر و رو میکنیم و اجازه میدیم کاملا پخته بشه. زرشک، آب، شکر و نمک با همدیگه مخلوط و اجازه میدیم 1 ربع با حرارت کم بجوشه. با هر وسیله‌ای که در دسترسمون هست کاملا میکس شده و از صافی رد میکنیم. با حرارت کم کره و نشاسته مخلوط شده، سسی که آماده کردیم اضافه شده، هم میزنیم 1-2 جوش بزنه کافی.